بسم الله الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این سوره را به نام سوره زمر یاد میکنه. زمر میگه جماعت و طایفه را. جماعت و طایفه آینده الله تبارک و تعالی یادآوری از طایفه های میکنه که طرف جنت داخل میشه و طایفه هایی که طرف جهنم میره. این موضوع بسیار مهم است. این منظر بسیار عجیب است. انسان یک انسان در یک دنیا آمده، برش یک پیغمبر یک کتاب آمده او کلگیشان یک قسم انسان ها، لیکن اونجا نعوذ بالله نتایج بسیار متفاوت باشه. یکی طرف نعمتهای ابدی بره و دیگه طرف نعوذ بالله عذابای ابدی بره، در حالی که میدان آزمایش یکی بود. کلگی را یک قسم استعداد و قابلیت الله داده بود، انسان ها برای رهبریشان هر چیز روان کرده بود، لیکن نتیجه متفاوت میبره. از خاطر کل سورت به نام سوره زمر یاد میکنه. این سورت هم 59 سورت است که قبل سوره مومن بعد سوره سبع نازل شده. سورت مکی است، از این خاطر کل موضوعاتش در گرد عقیده میچرخه. موضوعاتی که خصوصا در مورد توحید الله و رد شرک در عبادت. مردمایی که در شرک در عبادت مبتلا هستند در این سوره زمر دیگه آنقدر تفصیل میشه که پرسان نکن. ارتباط این سورت قط ما قبل در ما قبل علت نفی شفاعت قهری را بیان کرد که کسی به زور سری الله شفاعت نمیتونه، به خاطری که کلگی محتاج به الله بود. اگر انبیاء علیهم السلام بود، اگر هر کس بود، چرا که انبیاء علیهم السلام ابتلاعات سرش آمده بود، امتحانا آمده بود و کلشان عاجزی به الله کرده بود. در اینجا نتیجه زیر بیان میکنه که وقتی انبیاء علیهم السلام و شخصیت ها وام بنده الله هست، عبادت برای الله میکنه، پس خودشان مستحق عبادت نیست. باید به انبیاء علیهم السلام عبادت نشود. چرا؟ عبادت مخصوص برای کیست؟ الله. آن عبادت شکل و صورتهای مختلف داره. سجده برای پیغمبر نشود، رکوع برای پیغمبر نشود، به گفته پیغمبر اگر طواف غیر از بیت الله میگه نشود، در قبرش طواف نشود، نظر به نام پیغمبر نشود، ذبح به نام پیغمبر نشود، نفل به نام پیغمبر خوانده نشود. بس این عبادت هاست و این عبادت ها برای الله میشن، نه برای پیغمبر ها. قرآن کریم امیگا پارا برای ما میگه. بزرگترین موضوع سورت زمر نفی شرک در چیست؟ عبادت. در عبادت الله کسی را شریک نکنه. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. این قرآن کریم نازل کرده شده کتابی است من الله، از جانب الله تبارک و تعالی. العزیز او ذاتی که زبردست است، میتونه تمام احکام بدون چون و چرا سری مردم نافذ کنه، لیکن الحکیم حکمت والاست، به زور و جبری کارا را نمیکنه. چرا؟ میدان آزمایش از بین میره. این میدان آزمایش است، باید به هر کس اختیار داده شود که کی رای حق میپیمه کی نمیپیمه. بعد از اون نتیجه سرش مرتب شود که دخول جنت و دخول جهنم است. الله به دلیل کسی را داخل جهنم و کسی را داخل جنت نمیکنه تا که حجت سرت ثابت نکنه که بله تو ولی مستحق جهنم شدی و تو مستحق جنت شدی. ان انزلنا یقینا ما روان کردیم الیک بسوی توی پیغمبر علیه السلام الکتاب، این کتاب قرآن کریمه، بالحق که مشتمل به تمام موضوعات حق است. یک معنا روان کردیم این کتاب بالحق، به خاطر ظاهر کردن حق، آن چیزی که واقعیت داره و مردم برش نیاز و ضرورت داره ای را بیان کنه. بزرگترین موضوع حقش در این نکته است که فعبد الله، یک الله را عبادت که پیغمبر علیه السلام تو عبادت کو، دیگران هم توصیه کو، تو عبادت کو یک الله را. مقام بلند داری، سرداری انبیاء علیهم السلام هستی، لیکن در عبادت بندی کیستی؟ الله تبارک و تعالی هستی. فعبد الله. مقصد بزرگ قرآن این است که مردم دعوت بدی به عبادت یک الله، شرک نکنن در عبادت. چرا که موضوع نزاعی و اختلافی در انبیاء علیهم السلام قطیمتایش چی بوده؟ توحید الوهیت، که ایره توحید عبادت میگه. هر عبادتی که میکنی مخصوص برای الله باشه. مخلص له الدین، که خالص کننده باشی له برای الله الدین، عبادت خدا. ابن عباس رضی الله عنه میفرماید دین اینجا معنی چیست؟ عبادت خدا خالص برای الله بکن. یک. او بعضی علما میگه که اینجا دین به معنای عامش است، شامل برای احسان، شامل به اسلام، به ایمان، کلش دی شامل است. نظام مکمل خالص برای کی کرده باشی؟ الله تبارک و تعالی. قانونی الله باشه، عبادت برای الله باشه، احکام الله نافذ شوه. الا خبردار لله، خاص برای الله است. الدین الخالص، دینی خالص، دینی که از ریا، شرک، سمعت، خودغرضی، اغراض دنیوی مکمل پاک باشه. این برای کیست؟ الله هست.
از او خاطر الا خبردار، لله خاص برای الله است، الدین الخالص و عبادت خالص ای برای الله است که دو ریا و گپا نباشه، سمعت نباشه، شرک نباشه. والذین اتخذوا من دونه، کسانی که گرفتن بغیر از الله اولیاء، کارسازا بری خود گرفته، حاجت رواها بری خود گرفتن. ما نعبدهم، و میگوین وقتی که برشان گفته میشه چرا عبادتی از یارا میکنی، و میگه ما نعبدهم، ما عبادت نمیکنیم یارا، یعنی یارا مستقل معبود نمیدانیم، الا مگر میکنیم لیقربونا، که ما را پیش کنه، نزدیک کنه، الی الله، بسوی الله زلفا، به نزدیک کردن. یارا وسیله میگیریم که ما را به الله نزدیک کنه. این دعوای کی بود؟ مشرکین مکه بود. بتا را پرستش میکردن، میگفتن از بتا چیزی نمیخوایم، چرا ما میدانیم که خالق الله، رازق الله، مدبر الله، مالک الله است، حاجت روا الله است. مشرکین مکه عقیده را داشتن مکمل، در توحید ربوبیت الله مکمل اقرار میکردن. الله مالک است، الله رازق است، الله مالک دی، الله رازق دی، این را مکمل قبول میکردن. خو این گپ نمیگن که نظر به نام الله شوه، این گپا نمیگه که دعا طلب میکنی به نام الله طلب کن. چرا این گپا توڑه پیدا میکنه؟ این گپا چی پیدا میکنه؟ بگه آلی دیگه تفرقه را پیدا میکنه، مردم شور میخوره. این را نمیگن، این را ملا هم نمیگه، میگن الله مالک است، الله رحمان است، الله رحیم است، الله مدبر است، الله رازق است. این را گفته میره، خو نمیگه که حق عبادت برای الله است، حق عبادت به کسی دیگری نیست. این مردم که در زیارت ها میره دوره میزنه، این شرک است، این گناه است، این گمراهی است. علما در هر پالوی زیارت مسجد است یا نیست؟ عالم در اونجا امام است یا نیست؟ کدام روز دمی قدر عمر دمی لاسپیکر گفت که آ مردم چکر نزنید در گرد قبر، تق تق نکنی قبره، یا بنده الله است، شما واری محتاج به الله است. زیارت برای چی است؟ دعا طلب کردن برای مرده. زیارت برای چی است؟ در یادت بیا که طور شخصیتام از دنیا رفتم، هم رفته نیستم. زیارت برای چی است؟ هر قدر که میل و رغبتت به دنیا زیاد شده کم کشه. زیارت برای چی است؟ مرگ در یادت بیا که حال آمادگی بگیری. اگر کدام مقصد دیگر در حدیث در زیارت پیغمبر بیان کرده باشه کسی برای ما بگوید، خو نیست. در اونجا روزه سخیسته، سخی صاحب در عراق است، اونجا روزه برش جور کرده، اونجا کلان مسجد است. خدایی قدر عمر اونجا نوروز میشه، میگه کی نارواست، حرام است، شرک است؟ نمیگن. امامت میکنه، از امو پیسه روزه معاش خدا میگیره، از نظر غیر الله. نظر غیر الله را میفهمی؟ لگن ماندگی میباشه، هر چیز اونجا میفروشن، الا در کفتر بگی دانا را. این نظری چی است؟ این صدقه نیست، این یاد داشته باشه. میگه این کفترای امی زیارت است، سر ما چی داره؟ حق داره. ما که کفتری از زیر دانه بدیم، صاحبی قبر از ما چی میشه؟ خوش میشه. باز ما را به کی نزدیک میسازه؟ اینمی گپ است که اینجا در آیت آمده. خب گوشایتان واس کنید. این مردم ها میگه ما وسیله میسازیم، ما یارا وسیله میسازیم. چه رقم وسیله میسازی؟ الله تو را نمیبینه؟ بس پیشت خبر نداره؟ شفقت سرت نداره؟ توبیت قبول نمیکنه؟ الله خو میگه ادعونی، از ما طلب کنی، استجب لکم، ما اجابت میکنم. و اذا سألك عبادی عنی فإني قریب. او تو خو میگی که الرحمن الله است، از الله قدر رحمان دیگه کس نیست. خو اینجا که وقتی در قبر میری معلوم شد که تو الله را رحمان عقیده نداری. زیارت میگی که این شفقتش سر ما زیاد است، تو را پیش میکنه. هر امر دین که به نام عبادت یا موجب ثواب شمرده میشه، نقشه از زیر کی برای ما میده؟ پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام رفته در کدام قبر توسل کرده؟ بعد از وفات پیغمبر صحابی توسل کرده، جنگای مختلف کرده، مصیبت ها آمده، تکلیف ها آمده، خب کسی نگفته، حتی در دعای لفظی خود نگفته که الله بروی پیغمبر، با طفیل پیغمبر، با برکت پیغمبر، با مقام و منزلت پیغمبر در یک دعا کسی برای ما بکشه سنه که گفته باشه. عجیب است. امروز سلسله که تو داری به حق فلان عطار، به حق شیخ فلان، ما چون که ناما را بگیره اینقدر حقا را سری الله ثابت کرده رویستی، نعوذ بالله. الله اینقدر عاجز است؟ این وحی را از کجا آوردی که حقا را سری الله ثابت کرده رویستی؟ تو میفهمی که کدام طرف رفته؟ تو را به الله قسم گفته میتونی که فلان صاحب قبر در جنت است؟ پدری کس گفته نمیتونه.
تا که در نص ثابت نشده باشه. خیر چطور توی را صاحب توسل میدانی، این را وسیله جور میکنی؟ دین کدام طرف است؟ عالی هم سریم از این مبارزه روان است که دیگه هیچ گپ مانعی گپ نباشه. تنها اینمی گپ کفایت میکنه که مردم اگر بگیم که توسل درست است، همیشه کل مردم داناست یا نادان؟ نادان زیاد است از دانا کده که بره در قبر مستقیم طلب میکنه، یعنی که او را وسیله میگیره مستقیم طلب میکنه. 1000 مثال ما برات پیش میکنم. برو که تق 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 آلوچک انداخته، میگه آمده این بچه بدی که باز دیگهش باز چی میگه؟ اینی حاجتی مرا پورا که اگر نمیکنی چی طور دواره نشان داده؟ میگه بگو که تو از دیوان اولیا میکشم، از دفتر اولیا، باز بالکل حاجتی تا پورا میکن. در کتابا نوشته است میگه پا ببینه. میگه در فلان زیارت کی رفتی بگو که اینی حاجتی مرا پورا که اگر نمیکنی تو از دفتری کی میکشم؟ اولیا. تو این قدر قدرت داری، باز از چی طلب داری؟ شما باور به الله بکنی خود هر امر خلاف دینه که یک کمکی عقل باشه، کمکی عقل، ضرورت به این نیست، یک کمی عقل باشه درک میکنی بطلان ازوره. خو امروز همینطور سردرگمی روان است. مردم قطعی تو منازعه میکنه، قطعی تو بحث میکنه که نه این درست است، این طور است. مردم هم میبینه در شرک مبتلاست، در قبر پرستی مبتلاست، میگه رواست تا این اندازه را. ولی قرآن چی میگه؟ قرآن میگه والذین اتخذوا، کسانی که گرفتن من دونی بغیر از الله اولیاء متصرفین، کارساز، حاجت روا و مشکل کشا. باز میگویند ای دگپای خود ما نعبدهم، یار عبادت نمیکنیم الا به خاطر از عبادت میکنیم لیقربونا، که ما را پیش کنه نزدیک کنه الی الله، بسوی الله زلفا، به نزدیک کردن. مشرکین مکه بتا را به شکل دخترها جور کرده بود. چرا؟ عقیده از وی بود که ملائک دختر است و واخ مقام و منزلت پیش الله داره. وقتی که ما به نام از یا نظر میکنیم، حیوان ذبح میکنیم، طوافش میکنیم، نماز میخوانیم، ملائک از ما خوش میشه که اینا چهره های ما را تعظیم کرد. واکی خوش شوند با سری الله می قبولانند که یا رب ببخشی. چرا ببخشی؟ به خاطر که ما را تعظیم کرده. این ما را خود چی میکنی که شکلای ما را تعظیم کرده، از او خاطر ما را میگه میبخشه. نعوذ بالله. ان الله یحکم بینهم، الله تبارک و تعالی میفرماید که الله فیصله میکنه بینهم، در بین ازیا، فیما در او موضوع هم که مردم فیه در او موضوع یختلفون، اختلاف میکردن. امروز خو هر کس دعوای حقانیت میکنه، هر کس میگه، خو روز فرا میرسه که در موضوع اختلافی فیصله قطعی صورت میگیره، باز اونجا حق و ناحق معلوم میشه. در آخر شب دعا آمده، پیغمبر علیه السلام میگه او این دعا بسیار نتیجه بخش است. یا همیشه ای را بگوی کدام حاجتی که داره، چرا که پیغمبر علیه السلام گفته که اسمایی را که شما بگوید در دعا وسیله کنی اسمای الله را، و حاجت پورا میکنه. اللهم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدینی لما اختلف فيه من الحق انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. این دعا را بخوانی. هر حاجتی که داری که دعا را بعد پشت سری دعا حاجت در نظر بگیری، الله قبول میکنه. او یکی از جمله مفادش است که راه حق برای آدم واضح میشه. چرا خودی طلب میکنی که الله اهدینی لما اختلف فيه من الحق، برای من هدایت کو به آن چیزی که اختلاف کرده شده از حق برای من نمایان بساز که من راه حق پیدا بکنم. الله برش حق نصیب میکنه. ان الله لا یهدی من هو، الله هدایت نمیکنه، راهنمایی نمیکنه، من کسی را هو کاذب، که او دروغگوی است، یعنی دعوای دروغ میکنه که دعوای تقرب است. میگه من این عبادت نمیکنم به خاطر ازی میکنم که مرا نزدیک میکنه، دروغ میگه. کفارن و کسایی که منکر است از توحید الله، دل بسته به بتان، نعوذ بالله، الله را شمار نمیکنه. لو اراد الله، اگر الله اراده میکرده یتخذ ولدا، که کسی را میگرفت برای خود نازدانه. اینجا ولد معنای نازدانه را، یک کسی که با زور سر الله هر چیز بقبولانه، رویدار که ما برش میگیم. لو اراد الله، اگر الله اراده میکرده یتخذ، که برای خود جور کنه بگیره ولدن، رویدار نازدانه را، لاصطفی مما یخلق، برمیگزید از آن چیزی که الله پیدا کرده، در بین مخلوقات خود کسی را انتخاب میکرد، ما یشاء، آن چیزی که الله میخواست. شما خود تعیین نمیکردی. اگر الله میخواست خودش
میخواست. اگر الله میخواست که برای خود نازدانه بگیره، خودش تعیین میکرد و شما را خبر میداد. نه اینکه شما علی میگه که یا نازدانه الله است. شما میگی که نازدانه، بیار دلیل. تو بگو کی ولی است، بیار دلیل. تو میگی نازدانه است، بیار دلیل. اگر الله کسی را نازدانه میخواد جرم میکرد دیگه حتما چی میکرد؟ خودش برمیگزید و برای ما چی میکرد؟ الله خبر میداد. الله خو خبر نداده که فلان نازولیم است، فلان چیسته نازدانه است. این طور نگفته، در یک جای نگفته. ایره توستی که خودت نعوذ بالله از دروغ جور میکنی که ای ولیست، این نازدانه است. بیار دلیل سنده. امی ولایت اول تو ولی را میشناسی، ولی کی است؟ ولی کدام شخص میگه؟ اول ولایت تو باید بفهمی معنای مفهومی ولایت، بعد از او ولی را بشناسی. و اولیای کرام خود نمایان نمیکنه و آنقدر کوشش میکنه که هیچ نوع کرامتی مظاهر نشود. چرا که واقع بندگان الله است. او تو میگیری برش نقشه جور کرده که ولیسته ای ولیسته. قرآن میگه نه، اگر الله کسی را نازدانه میگرفت حتما برمیگزید در جمله مخلوقاتش و شما را خبر میکرد. خو لیکن الله اینطور کار نکرده. سبحانه، پاکیش برای الله از هر قسم ولد، از هر قسم نازدانه و نازدول. هو الله، الله و الواحد، یک و یگانه است، هیچ نوع شریک نازدانه گپان نداره. او چرا نداره؟ القهار، نیرومند و زبردست است، احتیاجات و ضرورت نداره. نه در وزیر احتیاجات داره، نه در مشیر، نه در رئیس، نه در کدام هیچ کسی دیگره ضرورت نداره. الله قهار است. خلق السماوات والارض، چطور کل آسمان و زمین و دنیا را پیدا کنه در اونجا نیاز نداره، حالی نیاز داره. خلق السماوات، پیدا کرد آسمان ها را، والارض، زمین، بالحق، بالحق که مشتمل است به تمام دلایل توحید الله. زمین آسمان که آدم نظر بکنه حق برش واضح میشه. یا پیدا کردیم، پیدا کرد آسمان و زمین بالحق، به خاطر ظاهر کردن حق. یکور اللیل، می پیچانه شب، علی النهار، بالای روز. و یکور النهار، می پیچانه روز، علی اللیل، بالای شب. و سخر الشمس، آماده کرده، مسخر کرده، در وظیفه مقرر کرده الله الشمس آفتاب و القمر محتاب، کلش برای شما. این کارا را کرده کی بود قدش؟ کل یجری، تمامی مخلوقات الله که بزرگ مخلوقات است، روان هستند لاجل مسمى، به یک تاریخی که مشخص است به نزد الله تبارک و تعالی. الله هو العزیز الغفار، خبردار الله زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شده نیست، کسی مانع شدن نمیتونه که الله کدام اراده را بکنه. الغفار، بسیار بخشنده است. مردمای گناهگار بعد از اینکه به هوش میاد از فکر خود کار میگیره، توبه میکشه، الله میپذیره توبهش. خلقکم من نفس واحده، شما را پیدا کرد از یک نفس، آدم علیه السلام. ثم جعل منها زوجها، بعد از او گردانید از آدم علیه السلام زوجها، جفت و جوری از او را، از وجود خودشی را پیدا کرد. از اون خاطر قابل قدر است. وجود انسان یک سویه و یک مرتبه داره. و انزل لکم من الانعام، روان کرد برای شما از چارپایا. روان کرد. روان کردن در اوج استعمال میشه در لغت عرب که محنت در او نباشه. در پیدا کردن حیوانات هیچ نوع محنت ما نمیکشیم، از او خاطر تعبیر به انزله میکنه. و انزل لکم یعنی پیدا کرد برای شما من الانعام، از چارپایا، ثمانیه ازواج، 8 نوع چی چارپایا که او چیسته؟ شتر و گو، بز و گوسفند، نر و مادش مجموعه چند میشه؟ 8 قسم میشه. یخلقکم فی بطون امهاتکم، پیدا میکنه شما را فی بطون امهاتکم، در شکمای مادرایتان. خلقا من بعد خلق، یک آفرینش بعد از دیگه آفرینش. گاهی به یک شکل است، گاهی به دیگه شکل. نطفه می باشه، علقه میشه، مضغه میشه. بگوی باز بعد از مضغه شکل چی کالبد جور میشه، جسم داده میشه، شکل گیری میشه، بعد از روح دمیده میشه. کلش آفرینش های متنوع. فی ظلمات ثلاث، در تاریکی های سگانه. 3 قسم تاریکی هاست. تو انسان خو یک کار بدون روشنی انجام داده نمیتونی، ولی تو خبر داری که تو وجود انسان، تو وجود انسان که تعالی راز وجودی تعالی را کشف نتونسته دکترای ورزیدی جهان با همین قدر وسایل پیش رفته، همین تو وجود الله در تاریکی ها ساخته. 3 قسم تاریکی: تاریکی شکم مادر، تاریکی رحم، تاریکی پرده که در گرد و بر کی هسته؟ طفل وجود داره. در بین همین تاریکی ها الله تو را به این شکل، به این استعداد، به این قابلیت پیدا کرده. انسان تعجب بکنه چطور الله را نشناسه.
همون ذاتی که تو را پیدا کرده در کجا بودی؟ در تاریکی ها. کدام ساختمان جور کرده؟ انسان که نمونه کل جهان است. کل جهان مخلوق اکبر چیست؟ اکبر است. انسان مخلوق اصغر نمونه مخلوق اکبر است. این نمونه کل جهان است همین انسان. از او خاطر وجود انسان چیست؟ پیچیده ترین وجود است که تعالی را تحقیقات روان است. سری عضو انسان تحقیق روان است. تعالی را وظایف یک عضو را مشخص کرده نمیتونه که چند وظیفه را انجام میده. ذالکم الله ربکم موصوف به این صفتا که آلی بیان شد. الله ربکم مالک و متصرف شماست. له الملک کل اختیارات در پیش الله تبارک و تعالی است. وقتی که اختیار دارم الله است و موصوف به صفتا الله است. صفتا در کسی دیگه موجود نمیشه. پیدا ما را الله کرده و ایرم به این سیستم پیدا کرده. نتیجه چی شد؟ لا اله نیست لایق پرستش و بندگی الا هو بغیر از الله. فانا تصرفون، کدام طرف شما گردانیده میشه؟ بغیر الله آواز میده، نظر را به نام غیر الله میکنه، سجده را به غیر الله میکنه. کدام طرف؟ پیدا الله کرده تا نه، لیکن سجده را به غیر الله میکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.